آقا اسم من امیر و خیلی زیاد خوش اومدین به این ویدیو. بچه امروز اومدیم حالا با اینکه دیر و چند مثلا هفته گذشته، ولی خب بچه من نبودم و کلی ویدیو عقب افتاده و گفتم بیام این ویدیو رو بگیرم و چند تا اتچمنت بهتون بدم کیف اوسک، یعنی میزنم انشالله داره بچه این همه هیچ اتچمنت نشیدم و اینو نمیخوام بگم، ولی این میشه با 5 تا عالی هم بچه. بچه ببخشید یه چند روزی من مریض شدم، سرفه‌های خیلی شدید. ممنون میشم یه دعای چیزی سلامتیمون رو به دست بیاره. خب بچه این اتچمنت فنه که بچه خوب میزنه، بد نی، یعنی میتونم بگم 50-50، ولی واقعا تو فایتایی مثلا رو در رو یارو فکر کن مثلا شاتگان داشته باشه، اگه یه ذره میس بده با شاتگانش، تو تهش تو فایتای نزدیک با 6 تا تیر بتونی با این فنیک بزنی، کلا 6 تا تیر هدر میدی یاروها رو به فنا میدی. جمله داشتنی رو عشق کردم. و اتچمنت بعدی AK-117 اتچمنت بچه خوبیه، یعنی میشه گفت روین 80-20 اتچمنت باحالیه، بعد خوب میزنه. معمولا اینو توی فایت های متوسط، یعنی فاصلتون یکسان باشه، معمولا عالی میزنه. اگه مثلا خیلی وقتا خوب میزنه معمولا عالی میزنه، اینطوریه. و اتچمنت بعدی بچه تونروه که خیلی وقت حالا تو مولتی باش خیلی کم دارم پلی میدم. واقعا تونرو خیلی خفنه بچه، واقعا میشه گفت با دیل هم سطح. اینم اتچمنت تونروه، وردارین کیف کنین بچه. اینو بهتون بگم تونرو اصلا برای فایت های میشه گفت نزدیک اصلا خوب نیست. میگم بیاین گفتم نه یو جوگیرشین از فایت نزدیک بخواین با تونرو بزنین، مثلا یارو رو هدشات کنین، با تونرو از فایت های نزدیک بزنید تو هدش، ته 143 تا دمیج میده. تونرو فقط از راهای دور، البته این اتچمنت رو وگرنه تونرو خودش خیلی خوب. اینم اتچمنت چیز اچس منو فول کنیم. این اتچمنت اچس اینم بچه مثل همون فنکه، خیلی وقتا وان شات میکنه، خیلی وقتا مثلا 2 تا تیر مثلا میخواد تا یه نفر رو بزنیم، خیلی وقتا از فایتوی نزدیک معمولا 3 تا تیر میخواد. حالا اون 3 تا تیر رو به درصد 10% امکان داره اتفاق بیفته و حالا زیاد خوب نیست برای مثلا اون، البته برای بتل عالیه، مثلا اینه که زیاد خوب نیست اون 3 تا دمیج رو بهتون بده، ولی خیلی کمه، اوکیه، درصد خیلی کمی داره. اون 2 تا تیر درصد 40% و بقیه دیگه وان شات. این هم بچه اتچمنت اشتیاره، خوبه، باحاله، بد نی، باحال میزنه. و حالا اسکرین شات بگیرین و بچه یه سابسکرایب به ما نمیرسه ناموسم، یه سابسکرایب کنیم برسیم به 10 تا حداقل چیز شیم،
و بچه حالا لودات مولتی هم مونده. این لودات مولتی رو بهتون نشون بدم. کیف خیلی خوبه. اینو بچه من 2 تا دیگه دارم. خب اینو بچه من برای چیز گذاشتم، معمولا تو فایت های فایرینگ گذاشتم. بد نیست، اوکی، یعنی باحال میزنه، خوبه. و اینم کوشگاه اتچمنت ناقص کردم، باحاله، اوکی. بچه اینم در حد همون دیله، یعنی اوکی، هم اوکی میزنه، هم خیلی وقتا به درصد 5% اگه خیلی میس بدین تیرای زود تمام میشه، شما میمیری. بله اینم اتچمنت HDR بچه، اینم اسکرین شات بگیریم میزنه، باحاله. و بچه بگم که من اینا رو همه رو تقریبا میشه گفت تست کردم، یعنی تو شیپمنت تست کردم، تو فایرینگ تست کردم، نمیدونم اون گانای بتل رو تست کردم. حالا اگه دوستان شورت ویدیوشو بزنم، و بچه یه شورت ویدیو گذاشتیم فینیشر یه نفر رو گرفتیم، عشق کردم. اونجا چه خنده ای کردم، من 2 ساعت داشتم واقعا میخندیدم به یارو. و حالا بعدش تونروی که توی بتلمون بود، این بچه یه ذره با تونروی اونجا فرق داره، یه کوچولو. از بخش برل بارل چیه، نه از بخش دیگه یادم نمیاد، شوخی دارم. اینو ولی بذاریم، این هم خوبه. و اتچمنت بعدی اتچمنت دیله که برای شیپمنت معمولا بزنیم بچه رو شیپمنت، اوکی دیگه بچه، در حدیه که مثلا خیلی خوب میزنه. بچه این من خودم پیشنهاد میکنم این ایمه رو بذاریم، حالا اگه واضح بذاریم روی این دیالتون، چون واقعا یعنی اگه بهش عادت کنی ایمتون عالی میشه. و حالا اتچمنت HS، این مولتی، این هم اسکرین شات بگیریم داشته باشیم. و اتچمنت بعدی BB50 بچه، یعنی شاید باورتون نشه خیلی وقت بود، یعنی به درصد 95% از بک، از روبرو، فایتوی نزدیک، فایتوی دور با 3 تا تیر یارو رو میزنه، یا 3 تا تیر یا 2 تا تیر، حالا نشمردم. ببین یه تیراش خیلی سریع ول میکنه، یعنی اینطوری نی مثلا لگدینا هم نداره، یعنی میزنه میره، یعنی اون تو سپر آهنی داشتی، قدرت تیراش انقدر چیز بود، یه جوری هولت میداد از میرفتی از چیز در میومدی از غرب میرفتی از شرق در میومدی، اینطوری انقدر خوبه. و اینو واقعا پیشنهاد میکنم، یعنی نمیگم خوبه، نمیگم خوبه، میگم عالیه بچه، عالیه. اینم به اتچمنت اودنه، این 3 شاته بچه، بیشتر از 3 شاته یا 3 شاته یا 5 شاته یا 3 شاته، یعنی بچه بدون میس بزنیم یارو رو تا ته فشاری کردیم. اینم مثل BB50. و اتچمنت بعدی دیارجه بچه، دیارج یه چند این سیزن یه ذره چیز شده، مثل سیزن قبلی نی، ولی بازم حالا این اتچمنت رو بذارین چون با خوبه. اینو بچه واقعا تست کردم، اینم عالیه. این ولی یه ذره مثلا در حد 10 تا 13 تا تیر، یا شاید کمتر، نمیدونم. و آخریشم این چیزه، این اتچمنت ایشون هم
تا چه حد میتونم ببرم بالا. خب این این گانه مثلا اینو حالا با دوستم همین امروز تستش کردم، رفتیم دوئل، عالی بود بچه. یعنی ایمتون خوب باشه کم میس بدین یارو رو پاره میکنین. یعنی ببین خشابا رو تا تحت با دسته میکنی داخلش. لژند آف داخلش منحرف داخل دهنش منحرف. و این هم بود بچه از این ویدیو. خوشتون اومده باشه. حالا بابت تأخیری که به وجود اومد ببخشید، نبودیم واقعا، این مشکلی برام پیش اومد که نتونستیم باشیم. و تا ویدیو بعد فعلا.